پس از افزایش 30% بهای گاز مصرفی خانگی به فاصله 2 ماه، حالا 20% دیگر به محاسبه تصاعدی کنتور گاز در منازل شهروندان ترکیه افزوده شد. همه چی گرون شده. از همه بدتر قیمت سرسام‌آور گاز و برقه که داره همینجوری بالا میره. این افزایش برای مصرف صنعتی 50% است. شرکت گاز ترکیه مدعی است به علت بحران جهانی انرژی به اجبار گازبها را پی در پی افزایش می‌دهد. ما مجبوریم قیمت‌ها را بالا ببریم چون 99% از گاز مورد احتیاج ترکیه وارداتی است. همزمان با افزایش 2000% قیمت جهانی انرژی، شرکت گاز ترکیه هم چاره‌ای جز تامین بودجه لازم از محل مصرف کنندگان برای خرید انرژی ندارد. به همراه حامل‌های انرژی، میزان برق مصرفی خانگی هم از این ماه با 20% افزایش محاسبه می‌شود. در شرایط کنونی تنها صرفه‌جویی در مصرف برق و انرژی برای شهروندان ترکیه توصیه می‌شود. با مشکلات اقتصادی که مواجه هستیم، توان پرداخت هزینه‌های گاز و برق را هم با این افزایش قیمت‌ها نداریم. چاره‌ای نداریم جز اینکه صرفه‌جویی کنیم. در 1.5 سال گذشته قیمت گاز خانگی ترکیه 216% و در بخش صنایع 998% افزایش داشته است. روزنامه ملی گازته چاپ ترکیه نوشت: مردم ترکیه هر سال زمستان‌های سردی را سپری می‌کنند، اما زمستان پیش رو را فراموش نخواهند کرد. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.